دورنمای هر چیزی جذابه، حتی زندگی مستقل، ولی تا بهش میرسیم چالشاشو میبینیم زیر 1 سال برمیگردیم به آغوش خانواده. ولی قراره توی این ویدیو از دردسرا در کنار شیرینی‌های زندگی مستقلانه با همدیگه صحبت کنیم، در کنار کسی که چندین سال دیگه مستقلانه داره زندگی میکنه. در ادامه همراه ما باشید. درود براتون رفقا، چطورین؟ امیدوارم که اصلا حالتون عالی باشه. من مرتضی‌ام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل کسب باز. خیلی خوش اومدین به اپیزود دوم ته داستان، پادکست جدیدمون که تازه راهش انداختیم و قراره که کلی ویدیوهای باحال در کنار شما داشته باشیم. توی این ویدیو باز در کنار هادی هستیم، قراره ببینیم که چه تجربیاتی داشته دیگه در مورد زندگی مستقلانه. اگه سلام چیزی. سلام، در خدمتم دوباره. این ویدیو رو می‌ذاریم بلا فاصله بعد اپیزود اول ضبط می‌کنیم، چون هادی تهران زندگی میکنه و خیلی سخت میشه گیرش برد و قراره که اپیزود دوم هم بلا فاصله ضبط کنیم و همین دیگه. خب اول از همه این که بگو چند ساله داری الان مستقلانه تقریبا زندگی میکنی؟ من یه دوره 2 ساله بود، سال 97 تا 99 که تهران تنها زندگی میکردم. 99 دوباره برگشتم یه تایمی سبزوار و الان دوباره حدود 2 سال و نیمه که برگشتم و دوباره تنها زندگی. مجموعاً حدود 4 و نیم 5 سال. بعد اولاش خیلی خوبه که تون دیگه یه جورای آزادی، زیر بار قانونهای خانواده نیستی و اینا، خیلی شیرینه ها. ولی وقتی که دیگه میبینی خودتی و خودت دیگه هیچ کی نیست، مثلا کسی نیست برای آشپزی کنه. بعد خود آستیناتو بزنی بالا، آشپزی تو بکنی. دقیقاً. آره اولش خیلی قشنگه اینکه شما حالا بالاخره یه فضای کامل برای خودت در اختیار داری، هر کاری بخوای میتونی بکنی، هر موقع بخوای بخوابی، بیدار بشی، به کارات برسی، بری بیرون بیای. ولی خب سختیاش هم هست دیگه. اولین سختیش هم نه آشپزیه که شما گفتی. من اولین غذایی که خودم درست کردم یادمه سیب زمینی سرخ کرده برای خودم درست کردم. تا قبل اون من خب هیچی آشپزی نکرده بودم، یعنی مطلقا من حتی یه نیمرو درست نکرده بودم. اولین بار می‌خواستم برای خودم سیب زمینی درست کنم. تایم گرفتم، 1 ساعت سیب زمینی رو پوست کردم، 40 دقیقه سرخ کردم. یعنی مجموعاً نزدیک 2 ساعت من فقط یه سیب زمینی درست کردم. مگه داشتیم برای بیشتر از 5 نفر 4 نفر؟ نه اندازه 1 نفر، ولی خب سرعت کار و اینا بالاخره پایین بود دیگه. خیلی دیگه پایین بود. بعد حالا چند سال گذشته چطوره الان آشپزی؟ الان آشپزیم خیلی خوبه. مثلا چی رو خوب بلدی؟ پاستا خیلی خوب درست میکنم، لازانیا خیلی خوب درست میکنم. البته غذای مورد علاقه‌ش. آره این دوتا غذاهاییه که خب مثلا دوستام خیلی دوست دارن من که درست میکنم و آره این دوتا رو میتونم بگم شماره 1. چی رو خیلی هم سعی کردی و این نتونستی هنوز؟ خیلی خورش تا حالا درست نکردم. آره اونم کاری نداره فکر میکنم، اما امتحان نکردم ولی نرفتم سمتش چون همیشه آماده دارم. الان نیمه مستقله. بعد اینکه حالا از یک سری دردسرا بگو، مثلا حالا شهرهای بزرگتر قطعا یه سری مزایایی داره، یه سری معایبی داره، در کنارش یک سری چالشایی داره که بیشتر از مثلا شهرهای کوچیک‌تر میتونه باشه. مثلا یه فردی بیاد توی مثلا چه میدونم گرگان زندگی کنه تا مثلا تو تهران زندگی کنه، خیلی مثلا تفاوت میشه. بعد حالا یه کمی از این تفاوت‌ها می‌خوای بگون؟ تفاوت‌ها ببین، خب شهر بزرگ حالا مثل تهران بخوایم مثال بزنیم، خب نکته مثبت خیلی داره، خیلی زیاد. شما تقریبا همه امکانات در دسترسته، همه چیز سریعه، همه چیز خیلی راحته برات دسترسی بهش. ولی خب تو شهر کوچیک اینطوری نیست دیگه. شما حتی مثلا یه خرید ساده ممکنه تو شهر کوچیک چیزی که میخوای پیدا نکنی، طول بکشه تا به دستت برسه. ولی خب تو شهر بزرگی مثل تهران نه، این قضیه ها خیلی ساده تره.
تو بقیه شهرها هم همینه دقیقا. حالا شاید یه مقدار مثلا گرگان از سبزوار راحت تر باشه ولی بازم به راحتی تهران نیست. البته این فقط اون روی مثبت داستان دیگه. روی منفی داستان هم شما باید ببینی که در کنار اینکه شما امکانات داری، دسترسی به همه چیز داری، تکنولوژی و اینا همه چیز مثلا به بهترین شکل در اختیارته، ولی از اون طرف ترافیک رو هم داری، آلودگی هوا داری، شلوغی داری. بعد شما باید برای هر روزت برنامه ریزی کنی که خب امروز باید از این ساعت تا این ساعت این کار رو انجام بدم وگرنه نمیرسم. واقعا یه تایمی مثلا انقدر شلوغ میشه، ترافیک میشه، یا حالا یه سری مشکلات دیگه پیش میاد که کاملا باید برای اون روزت برنامه ریزی داشته باشی. یا مثلا خب توی شهر کوچیک همچین داستانی نیست دیگه. شما کاری که بخوای بری بکنی نهایتا آره خیلی ترافیک باشه شما نیم ساعته میری کارت انجام میدی برمیگردی، ولی خب تو تهران اینطوری نیست. و حالا دردسرای تایمیش و اینا که گفتی، ولی یه سری مزیت‌ها هم داره. مثلا ما اینجا 7 روز وای میستیم تا یه سفارشمون از دیجیکالا برسه، شما یه روزه به دست میرسه. ما نمونه این که نشستم بدن مینگرم دری که آه میکشم، شما نه نیم ساعت یک ساعت بعدش. دقیقاً آره این جزء همون نکات مثبتشه. و حالا مثلا از تکنولوژی ها که میگه، مثلا شما دیگه حتی اگه سوپرمارکت یا فروشگاه دور اطرافتونم خیلی دیگه دور باشه از مثلا میتونی حتی سفارش بدی با پیک میاد و راحت. دقیقاً از این لحاظ بازم خوب. بعد و حالا مثلا از بعد هزینه‌ای مثلا تهران با مثلا شهرهای کوچیک هزینه‌ای خب اصلا قابل مقایسه نیست. هزینه‌هاش خیلی سنگین‌تره. اتفاقا خیلی جالب، من دیشب همینجا سبزوار با دوستم رفتیم کافه، بعد قیمتا رو نگاه کردم. اون یه قهوه گرفت، من یه چای گرفتم. من همیشه چای می‌خورم تو کافه. مجموعاً روی هم شد 65000 تومان. بعد خب چیزیه که دقیقاً حتی شاید بگم 1/3 مبلغیه که شما باید برای همین توی مثلا شهر بزرگی مثل تهران پرداخت کنی. حدوداً مثلا 200 خورده باید پرداخت کنیم، ولی اینجا ما با 60 تومان دقیقاً همونو خوردیم. همونو با همون کیفیت کوالیتی. چاییه دیگه. بعد حالا از موارد دیگه مثلا مسکن رو میشه اشاره کرد. بعد دیگه آره خب هزینه‌های مسکن خیلی سنگین‌تر نسبت به شهر کوچیک. هزینه رفت و آمد شما مثلا اسنپ خب تو بخوای بگیرید 150 تومان دیگه رقم نرماله اونجا دیگه. بعد اصلی ترین هزینه‌اش همیناه دقیقاً، خورد و خوراک و مسکن و رفت و آمد. از دغدغه مثلا رفت آمدی اینا گفتی، مثلا خاطره‌ای داری که مثلا؟ آره من یه بار میخواستم برم پیش دوستام، توی کافه قرار داشتیم، کافه مال خود دوستم بود. بعد ما قرار بود ساعت 6 اونجا باشیم. کافش خب غرب تهران بود، خونه من مرکز تهرانه. من جوری که برنامه‌ریزی کردم گفتم که خب اوکی من ساعت 4 از خونه در میام که دیگه در بدترین حالت 2 ساعت راه دارم که ساعت 6 میرسم. بعد چون اوج ترافیک ساعت 5 تا 8 و نیم شبه که خیلی همه جا مخصوصا مرکز شهر شلوغ میشه، من برای خودم مثلا برنامه‌ریزی کردم که ساعت 4 حرکت کنم که به ترافیک هم نخورم و برسم به قراری که با دوستام داریم. من رفتم و ساعت 7:10 رسیدم. 3 ساعت من تو ترافیک بودم. این بیشترین مدتی بود که تو ترافیک گیر کردم. 3 ساعت و 10 دقیقه تو ترافیک بودم. فعلا این رکورده. آره فعلا رکوردینه. چند ماه دیگه میاد میگه 5 ساعت. و حالا مثلا تو شهرهای بزرگ علاوه بر این دردسرهایی که داریم و حالا مثلا مثل آشپزی باشه، مثل رفت آمد باشه، مثل ترافیک باشه، حالا مزیت‌هایی که داره مثلا تکنولوژیشه، مثلا از لحاظ امکاناتش، رفاهی و مثلا تفریحی و همه اینا. و حالا از نظر تو این مثلا 5 سالی که گذشته، 4.5 سالی که گذشته، مثلا به یکی بخوای توصیه کنی که مثلا بیاد تهران، از چه سنی مثلا یکی بیاد مثلا اون آمادگی رو میتونه داشته باشه؟ البته یک سری هم هستن که مثلا بستگی به اون شخصیت کاراکتر طرف داره. مثلا یک سری اصلا مثلا میبینی از 10 سالگی طرف تو خیابونه، مثلا رفته جامعه رو دیده و خیلی آمادگیش بیشتر از اونیه که مثلا یه فرد خونگی بوده و اون موقع مثلا خیلی کمتر
رنگ جامعه رو دیده. و خیلی تفاوت داره. ولی مثلا بخوای حول و حوشی بگی مثلا یه سنی رو مثلا طرف بخواد بره، ببین دقیقا باید موافقم که کاملا به شخصیت طرف مقابل بستگی داره که شما خب آیا اصلا آدم این کار هستی نیستی. ولی اگه بخوام یه رنج نرمال حساب کنیم، به نظر من همون 20-21 سالگی سن خوبیه که شما حالا بخوای بری شهر دیگه تجربه کسب کنی، زندگی بکنی. قطعا خب خیلی چالش داره. شما مثلا خب تا وقتی با خانواده زندگی میکنی، اگه شیر خراب میشه شما هیچ وقت متوجه نمیشی، اگه کولر خراب میشه شما هیچ وقت متوجه نمیشی این کی درست میشه، چطوری درست میشه. ولی خب خودت تنها که زندگی میکنی اینا همه رو دوش خودته دیگه. برای خودم هم پیش اومد، خب مثلا همون ماهای اولی که رفتم شیر حموم من خراب شد، خب و من واقعا 2-3 روز درگیر این بودم که اینو چطوری حلش کنم، چطوری درستش کنم، در صورتی که خب همونو اگه چند ماه پیش من کنار خانواده زندگی میکردم اون شیر حموم خراب بشه شما هیچ وقت نمیفهمی. یه روز میری همون شیر خرابه، دفعه بعدی میری درسته، یه نفری اومده اونو درست کرده و مام بابا اونو حل کردن کاملا. یا مثلا موتور کولر من سوخت و ساعت 2:30-3 صبح بود، اوج گرما، و من 3 صبح زنگ زدم دوستامو بیدار کردم، رفتم خونه اون. فرداش برگشتم موتور کولر خریدم، اومدیم با تعمیرکار درست کردیم و جابجا کردیم موتورا اینا. خلاصه 1-2 روز وقت منو گرفت، کار منو در واقع عقب انداخت. ولی دقیقاً این اتفاق خب اینجا بیفته شما هیچ وقت نمیفهمی. موتور خراب بشه سری بابا زنگ میزنه، یکی دیگه میاد موتور درست میکنه و هیچ مشکلی نیست. این چالش‌ها رو داره. برای همین میگم تو سن 20-22 سالگی بری که حالا یه سری کارهای مهم مثل حالا همین اتفاقاتی که گفتم بتونی از پسش بر بیای خیلی مهمه. و اینکه خب همه بار مسئولیتی زیر عهده خود. دقیقاً دیگه خودت. آره. اون سبک زندگی چقدر متفاوته بین یه شهر کوچیک تا یه شهر بزرگ؟ اون تغییرات خیلی قطعا حس میشه از یه شهر کوچیک وقتی میری به شهر بزرگ. آره، و اون 100% تغییرات میتونه یک سری آزار بده، حتی مثلا یک سری رو میتونه به مزاجشون خوش بیاد. یک سری تغییرات، این تغییرات واسه تو چجوری بوده؟ من خودم شخصا اون سبک زندگی شهر بزرگ خیلی بیشتر میپسندم. شما در طول روز کامل وقت داری که کارتو انجام بدی، بعد همه جا در دسترس توه. مثلا تو شهری مثل سبزوار خب شما تا به خودت میای میخوای بری یه کاری انجام بدی، مثلا سر ظهر میشه، ساعت 12 میشه، 12:30 میشه، مدرسه ها تعطیل میشن، همه جا ترافیک میشه، شلوغ میشه و ساعت 12:30 همه جا میبندن، همه جا تعطیل میشن و میره تا مثلا ساعت 5-6 بعد از ظهر. 5-6 بعد از ظهر تا 8-9 شب حالا مغازه‌ها باز میشن، دوباره تو میتونی کارتو بکنی و اگه تو این تایم کارتو انجام ندی میفته به روز بعد. ولی خب تو شهر بزرگ در واقع این اتفاق نمیفته. شما کل روز رو تایم داری، ظهر میتونی بری کارتو انجام بدی، میتونی از زمانت به بهترین شکل استفاده کنید. اتفاقی که از دوستام یه مثال خیلی قشنگی میزد، اونم دقیقاً شرایط منو داره، تهران تنها زندگی میکنه و قبلش با هم سبزوار بودیم، یعنی هم کلاسی بودیم اینجا با هم مدرسه میرفتیم. اون میگفت توی شهر کوچیکی مثل سبزوار شما هیچ وقت نمیتونی یک اتفاقی رقم بزنی، بری یه کاری انجام بدی، باید منتظر باشی مثلا یه کاری اتفاق بیفته. خب نمیدونم متوجه منظورم میشی یا نه؟ آره. ولی تو تهران نه، تو خودت دستت بازه، میتونی یه کاری انجام بدی، میتونی بری کارتو انجام بدی، به کارت برسی. ولی تو شهر کوچیک نمیشه، دست سوالت بسته است دیگه. و اینکه خب تو شهرهای بزرگ معمولا هر جایی که میخوای بری معمولا تقریبا میشه گفتی که مثلا از 9 یا 10 که باز میکنن دیگه بازن. آره دیگه تا شب تو وقت داری، میتونی کامل برای اون روزت برنامه‌ریزی کنی. خب من از این ساعت تا این ساعت قراره این کارو انجام بدم، از این ساعت تا این ساعت قراره برم خریدمو انجام بدم، بعدش قراره با دوستان برم بیرون، بعدش قراره حالا یه کار دیگه بکنم. ولی اینجا خب نه، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. تو ظهر همه جا تعطیل میشه تا بعد از ظهر و تو این تایم همه خوابن، هیچ اتفاقی نمیفته تو شهر. برهوت. آره بعد از ظهر دوباره تا میخوای بری به کارت برسی کلا 1-2 ساعت وقت داری، دوباره همه میبندن مغازه‌ها رو و میرن خونه و کارتو عقب میفته. یه جوونیه با یه سرمایه اومده توی شهری، میخواد زندگی خودش رو داشته باشه، میخواد شغل خودش رو شروع کنه و یه سرمایه محدودی داره.
آیا اون شهر بزرگ خوبه یا میتونه بیا پله های کوچیک‌تر رو بره، مثلا از یه شهر متوسط بره شروع کنه مثلا برای زندگی کردن، برای ران کردن اون کارهاش و شغلش رو استارت بزنه و کم کم توسعهش بده و بیا به شهرهای بزرگتر. ببین اینم کاملا شدنی. البته بستگی به اون شرایط شغلی داره. من خب از همه گروه ها دوستام هستن تهران. یه خوبی که برای من تهران داره اینه که من اونجا تنها نیستم. همه دوستام که اینجا با هم بودیم همه مهاجرت کردن تهران و اونجا دوباره دور همیم. و خب مثلا دامپزشک هست توی دوستام، کسی که کار هنری میکنه هست، همه جوره هستن و این دقیقا این اتفاقی که تو میگی تو تک تک اینا اتفاق افتاده. خب و کاملا به شرایط شغلیشون بستگی داره. ممکنه برای یکی خیلی سخت‌تر باشه شروع کارش، ولی در ادامه راه خیلی براش هموار بشه، مثل اتفاقی که برای خود یکی از دوستام افتاد. اولش خب خیلی سخت بود براش تا بخواد کار پیدا کنه، خونه پیدا کنه، دقیقاً به قول تو حالا با یه بودجه نسبتاً محدود یا حالا هر چیز دیگه‌ای، ولی در ادامه خب مثلا خداشو بعد چند ماه رو غلطک افتاد و پیشنهاد کار بیشتر، پیشنهاد کار تو جای بهتر، اتفاقای بزرگتر. ولی کس دیگه هم هست که حالا مثلا خودش بیزنس خودش رو داره، کار خودش رو داره، اونم قطعا خب اولش با یه جای کوچیک شروع میکنه دیگه. یه جای کوچیک رو میتونه بگیره برای خودش استارت بزنه و کم کم اون حرکت براش اتفاق بیفته. ولی بازم به هر کسی نسبت به خودش بستگی داره. آره دقیقاً. بیشتر به اون شرایط اون کار بستگی داره که ببینی خب جایی که من دارم میرم فضای اون کار فراهمه. یه موقع مثلا شما یه کاری پیدا میکنی یا اصلا به یه کاری علاقه داری که تو شهر خودت شاید خیلی موفق تر باشی، این دیگه واقعا شما توجیهی نداره که بخوای حتما بری تو شهر بزرگتر صرف این که تو شهر بزرگتری باشی. خب ولی یه کس دیگه ای خب می‌بینید شرط کاریش توی اون شهر بزرگتر خیلی فراهم‌تره، گزینه براش زیادتر، موقعیت شغلی راحت‌تر براش پیدا میشه. این آدم خب قطعا براش اونور راحت‌تر. حالا اگه بخوای چند تا توصیه ناب بکنی به یه نفری که میخواد بیاد به یه شهر بزرگتری مثل تهران یا حتی شهرهای دیگه، توصیه‌ات چیه برای این تجربه زندگی مستقله؟ توصیه‌ام اینه که آشپزی یاد بگیره. اول از همه این خیلی مهمه. آشپزی یاد بگیره. بعد دیگه اولش خیلی سخته این که تنها باشی، تنها زندگی کنی اینا. بعد اونا رو تحمل کنه. البته اونم بازم به شخصیت طرف بستگی داره. ولی باز همون تنهایی خیلی حس میشه. سخته دیگه. مثلا من یادم همون ماهای اولی که رفته بودم، بعد یه سری دوستام اومدن با هم رفتیم سفر، از سفر برگشتیم و اونا خب تهران نبودن، مشهد و سبزوار و شیراز و اینا بودن. از سفر برگشتیم، فرداش اینا هر سه تاشون برگشتن سبزوار و من یهو مثلا خیلی احساس تنهایی کردم که خب تا الان مثلا 3-4 روز همه دور هم بودیم با دوستام، رفتیم مسافرت، خوش گذشت و نتونستم طاقت بیارم. منم دقیقا همون فرداش برگشتم اومدم سبزوار پیش دوستام و بعد چند روز دوباره برگشتم تهران. این چیزا خب اولش پیش میاد دیگه، اینا رو شما نباید در واقع جا بزنی. دیگه توصیه دیگه اینکه برنامه ریزی برای هر روزش داشته باشه. میگم چون شما وقت زیاد داری و همه چیز سریع اتفاق میفته، خب برای همین باید بدونی که چه کاری رو تو چه ساعتی قراره انجام بدم، امروز قراره چه کارهایی رو انجام بدم. شما نمیتونی همون روز بیدار بشی بعد بگی که خب حالا امروز مثلا چیکار کنم، بذار برم فلان کارم بکنم. میشه ها، ولی خب اون نظم زندگیت به هم میریزه. بهتره که شما برنامه‌ریزی داشته باشی که امروز میخوام این کارها رو انجام بدم و حالا به نوبت بهشون برسی، چون وقت زیاد داری. خب ولی به همون نسبت گفتم دیگه سرعت اتفاق افتادن کارها هم بالاه، نباید عقب بیمونی. و اینکه سعی کنن مثلا اون بتونن خودشون رو مثلا با هر شرایطی وفق بدن، اینم خیلی مهمه. در کنارش این که یک سری مهارت هایی که مثلا شاید قبلا خیلی باش رابطه خوبی نداشتن یک سری رو یاد بگیرن. در حد مبتدی و کار راه اندازشون، مثلا شیر همون یا مثلا کولر، اینا مثلا یک مهارت های ریزی رو که قبلا یاد نداشتن یاد بگیرن. و اینکه همه جوانبش هم در نظر بگیرن که
فقط به هوایی نباشن که آخشون من دارم مثلا به شهر بزرگتر میرم، از زیر مثلا مسئولیت های خانوادگی دارم میرم به کنار، به یه آزادی دارم میرسم. نه، در کنارش باید همه جوانب دیگر رو هم در نظر بگیرن، چالش هایی که قراره به وجود بیاد و این داستان. دقیقا. حالا خاطره کلهم از خاطره یکی همین دزدی موتور کولرم بود، سوختنش بخشی، بقیه رو دزدیدم، مال من سوخته بود خدا رو شکر ندزدیدم. بعد خاطره نه چیز خاصی یادم نمیاد. دزدی تا به حال مثلا شده که بشه از آها آره خوب شد گفتی. دزدی یکی از دوستام اومد خونه من، بعد با دوچرخه اومد خونه من و شب پیش من موند. صبح بیدار شدیم که من برم دانشگاه، اونم بره حالا به کارش برسه. بعد اومدیم تو پارکینگ و دیدیم دوچرخه‌شو دزدیدن. بعد من خیلی خجالت کشیدم، واقعا خیلی شرمنده شدم، ولی با مدیر ساختمون صحبت کردم، گفتن که دیشب در پارکینگ باز مونده، حالا یکی از همسایه‌ها احتمالاً حواسش نبوده در رو ببنده، در بسته نشده بود و خب آقا دزد اومده بود و دوچرخه بنده خدا رو برده بود. قفلم داشته دیگه. آره قفلم داشته. آره. آره این چیزا رو باید خیلی حواست باشه. دزدی موبایل خیلی اتفاق میفته، برای خودم نه ولی برای دوستام خیلی اتفاق مثلا آخرین موردشو این برای همه دوستام تعریف کردم، برای یکی از دوستام اتفاق افتاد. گوشی خودش، یه گوشی دیگه و لپتاپش که توی کولش بود، در واقع 2 تا آیفون و یه دونه مک بوک، اینا رو در یک لحظه ازش زدن توی ماشین. چجوری؟ تو چراغ قرمز، پشت چراغ قرمز بوده تو ماشین، بعد شیشه ماشین حالا یه مقدار پایین بوده. این قضیه خیلی اتفاق میفته، برای 2 تا از دوستان اتفاق افتاده. بعد گوشی رو یه لحظه از روی هولدر برداشته و همون لحظه از دستش زدن گوشی رو. بعد پیاده شده بره دنبال دزده. نفر دوم همکار دزده از این سمت در ماشین رو باز کرده و کولش رو برداشته. کولش هم داخلش گوشی دیگه‌اش و لپتاپش بوده که ناراحت شد. کالام قیمتی و بله. نه اینکه بگیم مثلا یه گوشی 10 میلیونی، لپتاپ 10 میلیونی، مک بوک زده، آیفون زده و آره روزش رو ساخته. دقیقاً. برای یکی دیگه از دوستان دقیقاً همین اتفاق افتاد که برای من تعریف کرد، گفتش که توی اسنپ بودم، عقب نشسته بودم، شیشه ماشین یه مقدار پایین بود. بعد گفت من اینطوری تکیه داده بودم، گوشیم دستم بود، داشتم آهنگ عوض می‌کردم، هندزفری هم توی گوشش بوده. و گفت در عرض 1 ثانیه فقط دیدم که سیم هندزفری تو دستم مون و گوشیم نیست تو دستم. گوشیشو زده بودم و رفته بودم. آره. نکته توی تهران یا هر جایی که هستیم فرقی نمیکنه، شیشه رو تا آخر بدین بالا. حتما شیشه رو بدین بالا. یا مثلا اگه میشین تو تاکسی وسط بشینین. آره حواستون باشه. خلاصه در ماشیناتون رو حتما قفل کنید. حتما دیگه حالا در ماشینم قفل باشه، ولی یکی اتفاق افتاده بود همین چند هفته قبل که تو پارکینگ شب دزد اومده بود تو تهران و ضبطش شده بود. آره اینم خیلی چیز نرمالیه. نرماله. آره کلا دزدا تو تهران هم خب اگه سوالی مونده، میخوای تجربه حرفی چیزی بخوای بگی؟ من نه، نکته دیگه ندارم. مرسی. خواهش میکنیم و مرسی از شما که بودی در کنار ما. میدونم که وقتت محدود بود و خیلی لطف کردی واقعا که اومدی و لطف کردی اومدی تو برنامه ما. و یه فیلم و سریال هم معرفی. فیلم و سریال راستش من فیلم و سریال نمیبینم، اصلا آدم فیلم بازی نیستم. ایرانی یا خارجی؟ هر کدوم. حالا اگه خیلی اهل فیلم نیستی میتونی کتاب معرفی کنی، پیشنهاد بده. فیلم یا جفتش اگه دوست داری. یه فیلمی که خودم خیلی دوست داشتم فیلم Dead Poets Society، اینو من خیلی دوست داشتم. انجمن شاعران مرده.
راجع به یه معلم ادبیات که یه کلاسی رو بهش میسپرن، بعد روش تدریسش یه مقداری متفاوته با بقیه معلم ها و کلا تاریخچه اون مدرسه و خب خیلی اتفاق جالبی میفته. فیلم تقریبا میشه گفت فیلم مورد علاقم. خیلی دوست داشتم. سریال هم مورد علاقت رو میتونی مثلا بگی؟ سریال مورد علاقم سوپرانوس. آره به به. فاز پدرخواندگی آره مافیایی گنگ و ایتالیا. بعد کتاب چطور؟ اگه بخوای معرفی کنی. کتاب راستش خیلی سالی کتاب نمیخونم. آره ای کتاب زیاد داری تو خونه تو؟ آره کتاب زیاد دارم، از قدیمه. کتاب مورد علاقه چطور؟ کتاب مورد علاقم رمان اگه بخوام بگم یا شعر، هر کدوم فرق نداره، هر کدوم دوست داری. یه مجموعه شعر مال دکتر براهنی، خطاب به پروانه ها، اونو من خیلی دوستم. خیلی عالی. و حالا یه جایی که خودت خیلی دوست داری تو تهران اگه بخوای معرفی کنی، یه جایی که باهاش خیلی حال میکنی، وایب خوبی ازش میگیری همیشه وقتی میری. جایی که دوست دارم ببین 2 تا جایه. خب البته جاهای مشخصی نیستن و 2 مدل جایه. 2 مدل. یکی پاساژایی که حالا گجت و تکنولوژی و اینا توش من خیلی دوست دارم، مثلا چارسو. خب چارسو. آره. و جاهایی که ساعت فروشی باشه، چون ساعت هم خیلی دوست دارم. این 2 تا جاها رو من البته برای خرید و اینا ها، کلا این جاییه که برم خسته نمیشم. خیلی عالی. آره. و اگه بخوای جای دیدنی معرفی کنی که وایب خوبی ازش گرفتی؟ جای دیدنی کاخ‌ها رو من خیلی دوست دارم، سعدآباد، نیاوران. خوبه. آره. اینم پیشنهادم، اگه رفتیم تهران میتونید به اینا سر بزنید. ساعت فروشی و بعد دیگه گجت و اینا میتونید خیلی بهش سر بزنید. خب مرسی از تو و مرسی از شمایی که ما رو نگاه کردین و نگاه قشنگتون رو به ما هدیه کردین. ممنون میشم که اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، ویدیو رو زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو جدیدمون اومد به محض انتشار ببینین و حتما چنل رو ساب داشته باشین که باعث دلگرمی حمایت های شما و از پویسانه میگن باز کامنت نظراتتون رو حتما در قالب کامنت بهمون بگین که آیا از این محتوا خوشتون اومده، نظراتتون کلا اگه شما هم فردین که زندگی مستقلانه داشته حتما تو کامنت ها بهمون بگین، شما هم تجربهاتون رو بگین، خاطره اگه داشتین خاطره بنویسین زیر بهای این ویدیو، با هم دیگه بشیم یکم صحبت کنیم و در کنارش بخندیم و نظراتون رو بنویسین که در سری پادکست های بعدیمون، یعنی اپیزودهای بعدی این پادکست، چه مهمونایی داشته باشیم و چه موضوعایی رو بهش بپردازیم. و باز هم خیلی ممنونم از شماها و هادی عزیز که در کنارم بوده. ایشالا باز یه چند ماه دیگه در کنار هم خواهیم بود اگه خودش علاقه داشته باشه و حتما حالا از سوی شما هم اگه بازخوردهای خوبی داشته باشیم حتما این پادکست رو ادامه خواهیم داد. خب تا ویدیو دیگه، بای. رو به اون